یک سوال داشته ممکن باشه. فرمایید. مسئله شما همه ما در یک منطقه روسیه زندگی میکنیم استاد. مثال همین هر سال 2 سال به یک 3 سال به یک مسئله و تنقیصی میکشیم. ما حتی طالب علم از سعودی می اومدن همین مسئله روزه به تقویم 6 ماه پیش مثال این مفتیات ما ماندگی بود که مثال 29 روز است. اگر ماه سعودی نبینم بود 30 روزه شاید بود. این برادرای طالب علم میگفتن که ما رو که روزه دارن لیکن عید به اشتراک کنین. همین مسئله یکی با میشد مثال 1 سال شد که مثال جای ماند عید شد داغستان اند عید نه. همونجا کی باید ما اقتدا کنیم برادر؟ شما در روسیه هستید؟ بله روسیه اند ما. خیر، اکو این مسئله خلافی است که یک جا روزه دارد همه باید روزه دارد یا همه باید شهر خودش را بیند. مذهب امام احمد و امام ابو حنیفه میگن که یک آدم بیند به تمام دنیا کفایه هست. مذهب شافعی میگن که نه، هر یک شهر باید دیدار خودش باشد، شهر خودشان بیند. و دلیلشون حدیث ابن عباس است رضی الله عنهما، وقتی که یک کریب شخصی به سفری شام میکند این طرف دمشق، نه بعد وقتی مدینه میبیاد ابن عباس میپرسد که شما کی روزه داشتید؟ ابن عباس میگه که ما روز شنبه روزه داشتیم. اهل دمشق روز جمعه روزه داشتیم، یعنی یک روز بر وقت سر کردین مردم دمشق. مردم مدینه در زمان ابن عباس روزی شنبه شروع کردیم. اون وقتا اینترنت و تلفن نبود که همه یک دهنه شویم و یا چی کنیم. بعد ابن عباس وقتی میرد همین حادثه رو نقل میکند، بعد میگوید که افلا تکتفی برؤیت معاویه و صیامه. کریب معاویه اون وقت خلیفه مسلمان ها، یعنی پادشاهی مسلمان ها بود، راهبری مسلمان ها رضی الله عنه. ابن عباس کریب میپرسد که همون دیدنی معاویه مگر کفایه نیست؟ معاویه روزی جمعه دیدگی، او راهبری مسلمان های تمام دنیا روزی جمعه و دیده است، ماه دیده سو روزه داشته است، یعنی مردمش خطی همون کفایه نیست؟ گناهگر حضرت ابن عباس گفتن که لا، کفایه نیست. هکذا امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم. همین خیلی ما رو پیامبر صلی الله علیه وسلم امر کردن که یعنی هر یک شهر باید چیشه بیند، یعنی در دیاری خودش بیند. اینه با بعضی علما جمع آوری کردن، گفتن که اختلاف مطالع هست و یعنی اگر اختلاف باشد مطالع جای برآمدن ماهش فرق کند، احتمال است که این زمین کره شکل است. مثلا آفتاب به یابانیا براید، امریکا شب است. امریکا سحر کند، یابانیا تاریک میشد. زمین که کره شکل است، آفتاب که در گرد زمین دور میزند یا عکسش، در این حالت شب و روز به وجود می بیاید و همین گونه ماهتاب هم. بنابراین روزه، نماز از روزه به قوت است. نماز مرتبهش از روزه خیلی به قوت است، خیلی به قوت. لیکن با وجود همین ما تمام مسلمان های دنیا در یک وقت نماز نمیخوانیم. امریکا اگر خفتن خواند، یابانیا بامداد میخواند. برای چی ما در یک وقت مسلمان ها سرجم نمیشیم؟ آخر ما در وقتی همون در منطقه خودش در وقتش خوانده ایستاده است، اینم در منطقه خودش در وقتش خوانده ایستاده است. خب اینم ما میفهمیم. مثلا مردم روسیه در دیگر وقت عصر میخواند، مردم تاجیکستان در دیگر وقت. برای چی؟ برای اون که بین و خیلی مسافه هست. حتی روسیه خودش طرفی ساخالینش ببینید و این طرفی گرانیتسه های فنلاندی ببینید، این طرفای سنت پترزبورگ ببینید، چه خیلی مسافه کلان است.
намозошон фарқ мекунад. хоб дилому ором аст به این یگان سوال پیدا نمیشد که برای چی اونها خیلی همین گونه روزه هم همین خیلی دل وسیع کردن در کار. همین 60 سال آخر حالی یگان روز نشده است که مسلمان ها در یک روز در یک سنه همه برابر روزه گرفته باشد و در یک سنه همه برابر عید کرده باشد. یک روز دو روز فرق میکنه. بعضی علما 2226 کیلومتر حدود موند. یعنی اگر کشورتان به کشوری که ما حدید است 2226 کیلومتر باشه مسافتان، همون به اقتدا کرده میشه دیدنی اونها. اگر نباشد خودتان نبینیتان در این کشورتان نمیشه. و هر حال این چیزی که بین علما اختلاف است هیچ گپی ندارد. در کدام کشوری که باشید همونجای تقویمشو گفتی مفتیات همونجا که کرده میگیرید و مسئولیت بر ذمه راهبران و مسئولان اونا جواب میکنن. الا اگر با چشمتان ماهی شوال بینید روزی 29 پگاه روسیه اعلان کرد یا نه؟ روسیه 29 روز اعلان کرد یا 30 روز؟ کرده بود تقویم برآمده بود همین روز بود و گفتن که روز یکشنبه عید مقصد 29 روز گفتن. 29 روز گفتم. اینا گفتم که دو نوعی حساب است. حساب استرونومی هست و ها ماه هم میسنجن کدام وقت و ماه 29 روز میشد کدام وقت و ماه 30 روز میشد. همین خیلی حساب میکنن. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که روزه بینتون روزه دارتون نبینتون روزه 30 روز حساب کنتون. یعنی اگر واقعا بیند داشته میشد و خوب است که همراهی مردم عید روید عید کنید. پیروی به همون شهری که در همونجا هستید همونا کنید. الله مسئله وسیع هست، تنگ نیست.